عرض ادب خدمت دوستان عزیز، بچه های تریدر. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم با تحلیل و بررسی بازار فارکس در هفته پیش رو. قبل از هر چیز طبق معمول یه نگاهی به اخبار بندازیم. هفته آینده ببینیم دوشنبه و سه شنبه خبر خاصی نیست، اما چهارشنبه و پنجشنبه خبر CPI PPI آمریکا رو داریم، پس میتونه هفته پرنوسانی باشه. در مورد چارت ها بخوایم یک تحلیل و بررسی کلی داشته باشیم، ببینید چیزی که میخوایم باش شروع کنیم چارت دلار هست که هفته گذشته یک نوسان بسیار شدید و یا ریزش خیلی خوبی رو تجربه کرد و همونجور که چارت های دیگه مثل یورو و پوند نیز با تأثیر از ریزش دلار رشد خوبی رو داشتن. اما یه چیزی که مشهود بود هفته قبل، چون دلار و طلا معمولاً در بازار کورلیشنی با هم دارند، حرکت طلا طبق ریزش دلار نبود. یعنی با این حجمی که دلار ریخت انتظار داشتیم که طلا از لحاظ قیمتی افزایش پیدا کنه، ولی طی هفته گذشته در رنج قیمتی 30-40 دلاری موند و حرکت نکرد. انتظاری که داریم این هفته اگر دلار بخواد به سمت بالا حرکت کنه، انتظار ریزش رو تو طلا داریم و روی چارت خود طلا میتونیم این رو توضیح بدیم. ببینید انتظاری که از دلار داریم حداقل اصلاح تا این سطح ماه قبل هستش که تا 106.022 بالا بیاد. حالا بر اساس این توضیحات چارت دلار رو ملاحظه بکنیم. ببینید من بزرگترش کنم. ببینید تایم روزانه چارت طلا رو میبینیم. ما یک موجی داشتیم که به صورت مداوم فقط قیمت بالا رفته و الان میتونیم شاهد یه اصلاحی باشیم که دوباره برگشت، اما نتونست موج قبلی یا ATH خودش رو پس بگیره و هفته قبل اینجا کلن در بازه عرض به خدمت 30-40 دلاری نوسان داد و رنج بود. الان انتظاری که از طلا داریم، به شخص من انتظار هفته ریزشی رو خواهم داشت اگر این سطح طلا، این سطح رنجی که درست کرده با قدرت شکسته نشه. انتظاری که داریم ریزش تا قیمت‌های 27.11 هستش. این سطوح این شاید تو یک هفته اتفاق نیفته و طی 2 هفته اینا اول سطح 27.86 و بعدا سطح 27.12 رو ما توی طلا شاهد باشیم. تایم های پایین تر واضح تر میتونیم این مسئله رو ببینیم. ببینید ما یه ATHی داشتیم توی 4 ساعته، اینجا ببینید سطح رو هم شکسته و چنج آف کاراکتر رو اگر اینجا بگیریم، چنج آف کاراکتر رو هم روی طلا داشتیم، پس این موج رو اصلاح در نظر میگیریم و این نوساناتی که اینجا توی هفته گذشته داشته میتونه به ما این نوید رو بده که میتونه طلا قیمت‌های پایین‌تر رو به خودش ببینیم. گفتم در صورتی که اینجا از بالا بشکنه و این سطح ATH خودش رو دوباره ببینه، میتونه حتی رقم‌های بالاتر و تا 3000 رو هم و بالاتر از اونم تاچ بکنه. اما هفته‌ای که در پیش رو داریم انتظار بر اساس ریزش دلار و حرکت نکردن طلا، انتظار داریم با بالا رفتن یا اصلاح طلا به سمت بالا، با اصلاح چارت دلار به سمت بالا، طلا هم ریزشی بشه. اما چارت هایی که توی هفته آینده مد نظر خواهم داشت، یکی چارت عرض به خدمت یورو جی پی وای هستش. یورو جی پی وای توی 4 ساعته وقتی میبینیم
ببینید یک سطحی رو این سطح داشته، من آلارمم توی این سطح گذاشتم، یعنی انتظار دارم با اصلاح به این سطح، من لیبل قیمتی هم بذارم، با اصلاح به این سطح دوباره بتونه یه رشدی رو داشته باشه. پس من حواسم به این سطح یورو جی پی وای خواهد بود. سطحی هست که دقیق تر ارز کنم سطح CPP هست که میتونیم اینجا منتظر چرخش دوباره به سمت بالا باشیم، یا اگر ادامه داد من انتظار دارم دوباره این سطحش رو هاند کنه بریزه و از اینجا دوباره ما به فکر بای باشیم. در یورو جی پی وای انتظار دارم قیمت های بالاتر رو هم ببینه و حداقل انتظار که برای هفته آینده دارم این سطح هستش که این سطحش رو ببینه. لیبل قیمتی هم بذارم روی یورو جی پی وای، چیزی که بر اساس تحلیل من اگه پیش بره به احتمال زیاد این قیمت ها رو خواهد داشت. چارت بعدی چارت جی بی پی کد هستش، پوند انگلستان به دلار کانادا. یعنی من پیدا کنم چارتش رو، این چارت. ببینید جی بی پی کد نکته خیلی خوب و بهینه‌ای رو به ما میده. اگر اصلاح به این سطح رو داشته باشه، ببینید صعود خودش رو آغاز کرده بعد یه مدتی که رنج بوده و این سطح بسیار مهمی هست برای ما این سطح رو مشخص کردیم. هفته بعد به این سطح برسه میتونه معاملات جذابی رو به ما بده. ببینید به این سطح برسه و ما از اینجا به سمت بالا با جی بی پی کد خواهیم بود. در چارت بعدی که انتظار دارم خوب کار بکنه هفته آینده چارت CHF JPY هستش. این چارت هم اگر مورد بررسی قرار بدیم توی تایم فریم 4 ساعته این سطح رو داره که با شکست این سطح من میتونم منتظر باشم که به سطح و سقف ماه گذشته این چارت بتونه برسه. در مورد شاخص ها ببینیم ما شاخص دکس آلمان رو اگه بخوایم بررسی کنیم، شاخص دکس آلمان که کلا سعودی هستش و ما با هر پایین زدن دنبال خرید خواهیم بود. اوایل هفته آینده همچنین میتونه به ادامه صعودش امیدوار باشیم و با شکستن این سطح دوباره به ما میتونه با شکستن و پول بک زدن تو تایم های پایین تر میتونیم از اینجا معامله بگیریم یا منتظر این سطح تاریخی باشیم که برگرده به زیر سطح و بتونیم دنبال سل این باشیم. ما چرا دنبال سل دکس خواهیم بود با اینکه نزولی هستش؟ چون به سقف تاریخی خودش رسیده و میتونه اصلاح از همون سطح رو هم تایم های پایین تر داشته باشه. اما نگاه کلی و اگر بخوایم معامله مدتدار داشته باشیم فعلا که سعودی هستش. در مورد چارت داو جونز ببینید داو جونز چند هفته ای هست که دیدگاهمون نسبت بهش نزولی هستش. تایم فریم 4 ساعتش رو میبینیم اما آخرین 4 ساعتی که تو آخرین روز هفته گذشته بس یک 4 ساعت قوی با مومنتوم بالا که نشون داد که با چه حجم خریدی اینجا چه سفارشاتی اینجا وجود داشته. اما انتظاری که باز از داو جونز دارم اگر این سطح خودش رو پرقدرت رد بکنه و برگرده به این سطح میتونم یه خرید کوتاه مدتی رو باز تا این منطقه داشته باشم و از این منطقه باز به دنبال فروش خواهم بود چون اعتقاد دارم در تایم یک روزه ما یه دابل تاپی رو زدیم و میتونه ریزشمون ادامه داشته باشه یا حداقل این سطح رو 41730 رو در داو جونز ببینیم. ما حالا برسه به این سطح ببینیم واکنش به این سطح چقدر. اما روز دوشنبه اگر بخواد این سطح رو رد کنه
با برگشتش به این سطح من بایر خواهم بود تا این سطح و در ادامه هفته آینده میتونم باز از اینجا دنبال سل داو جونز باشم. روند کلی تو 4 ساعته هم که نزولی هستش. در مورد چارت نزدک یکم چارتش رو توی روزانه پیچیده کرد، اما تأیید ریزش رو به ما داد. تأیید ریزش رو توی تایم 4 ساعته به ما داد. ما کفی رو داشتیم روی 20306 و با شکستن اون سطح حتی پول بک زدنش ما معامله ریزی هم اینجا گرفتیم هفته گذشته. و در رابطه با چارت نزدک ببینید ما یه سطحی رو توی 4 ساعت اینجا داریم. دیدگاه کلیمون که نزولی هستش، چرا که در یک موج سودی که رقم زده بود هفته گذشته شکست. با برگشت به این سطوح یا این سطح اگه تایید ببینیم میتونیم سل بگیریم، یا این سطح رو رد کرد تو این سطح هم میتونیم با تاییدات لازم باز وارد سل نزدک بشیم. عرض کردم دیدگاهمون نسبت به نزدک نزولی شده این هفته. انشالله که معاملات خوبی رو داشته باشیم. این بود از تحلیل های هفته. لطفاً کانال رو ساب کنید، به دوستانتون بفرستیم و اگر استفاده کردین برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید. ممنون، مرسی.